3 گناه هست که اون 3 رسول الله میفرماید اکبر الکبائر هستند، یعنی از بین کبائر اینها از همه کبیرترن و بزرگترن. اولی فرمود الاشراک بالله، شرک ورزیدن به الله، کبیرش و صغیرش، جلیش و خفیش، همهش، حتی شرک اصغر از همه کبائر بالاتر است و سنگینتر و هلاک کننده تر است. این یکی. و دوم فرمود و عقوق الوالدین، بدرفتاری و بداخلاقی کردن در حق پدر و مادر. و سوم صحابی نقل می کند که ایشون تکیه داده بود، راست نشستن و فرمود الا و قول الزور، الا و قول الزور، الا و قول الزور. آگاه باشید از گواهی ناحق، پرهیز کنید. آنچه که به آن مسلط نیستی نگو، آنچه که علمش نداری نگو. ولا تقف ما لیس لك به علم، آنچه که شاهد نبودی نگو من شاهد بودم. خیلی ها وقتی که یه چیزی رو شنیدند نقل که میکنن، طوری نقل میکنن انگار که دیدن. یعنی شنونده سخن تصور میکنه که این فلانی که داره این رو نقل میکنه اونجا بوده. این دروغه، تو نبودی. میخواهی نقل هم بکنی بگو شنیدم. شنیدن کی بود مانند دیدن؟ تفاوت میکنه. وقتی شنیدی یعنی یه کسی برای تو نقل کرده، یعنی یه واسطه‌ای وجود داره، تفاوت میکنه. جوری حرف میزنی انگار که خودت دیدی در حالی که ندیدی، دروغ میگی تو. خیلی ها برای اینکه اعتبار خودشون رو بالا ببرن، برای اینکه مثلا یه قضیه خیلی مهمی به گوششون خورده که فلان عالم مثلا فلان چیز فرموده، یک جوری بازگو میکنه انگار که خودش در محضر فلان عالم حاضر بوده. خود تو نبودی، تو شنیدی. مثلا من هر آنچه که از علامه شهید شیخ محمد ضیایی نقل بکنم همتون گواه باشید که من شنیدم، برای اینکه من علامه شهید رو ملاقات نکردم. من شیخ محمد ضیایی رو ملاقات نکردم، در مجلس او هیچ وقت حاضر نبودم. وقتی من به بندر عباس آمدم و به مدرسه او آمدم او شهید شده بود. هر آنچه که من از او نقل کنم برای دیگران شنیده من است، حالا از طریق مختلف. ممکنه کسی نقل کرده باشه، ممکنه نوار او گوش داده باشم، ممکنه جزوه ای خوانده باشم. گواهی ناحق. بحث ما این نبود، بحث ما قسم بود که یکی از شاخه های شرک است قسم به غیر الله. حالا اون غیر الله هم هیچ تفاوتی نمیکنه، یعنی برای اون کسی 0 تا 100 هم قرار نده، همش 0 است. در باب شرک و توحید غیر الله هر چی که باشد 0 است، فرق نمیکنه. ملائکه باشه، انبیا باشن، رسولان باشن، امام باشه، شیخ باشه، عالم باشه، بزرگ باشه، کوچک باشه، فرقی نمیکنه. در برابر زمانی که کسی در مقایسه با الله قرار میگیرد هر کی که باشه 0.